داستانی کل تاجیکستان یاور سردار اوباب ریاست مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی را بازداشت کرده است. پلکوونیک میلیسا اکمل یوسفزاده را به آدمربایی گمانبر می‌دانند. در وزارت کارهای داخلی و داستانی کل خبر را شرح ندادند، اما چند منبع رادیوی آزادی گفتند اکمل یوسفزاده به آن گمانبر می شود که شب 12 یونیو سال 2023 اسماعیل رحیموف آموزگار دانشگاه تجارتی تاجیکستان را زوراً به ماشین سوار کرده به سمت نامعلوم بردند. از آن وقت تا حال معلوم نیست که به آموزگار چی شد و او در کجاست. مقامات تفتیشات احتمال کشته شدن آموزگار را صرف نظر نمی کنند. نزدیکانش بیش از یک هفته باز اسماعیل رحمانوف را جستجو دارند، اما گفتند به مقامات زبان خط دادند که به رسانه‌ها گپ نمیزنند. به دست رادیوی آزادی نواری رسید که 2 نفر شخصی را که گفته می شود آموزگار اسماعیل رحمانوف است کشاله کرده میبرند. حادثه شب 12 ایون در محله یکم سویسک شهر دوشنبه روی داده است. به قول همصحبتان آزادی شب حادثه آموزگار اسماعیل رحمانوف در محله یکم سویسک دوشنبه در خانه خواهرش روز 19 ایون خبرنگار آزادی به منزل خواهر اسماعیل رحمانوف رفتند، اما او در این باره گپ نزد. یک منبع در مقامات تفتیشات روز 19 ایون گفت اکمل یوسفزاده در بازپرسی‌های اول گفته است گویا آموزگار را تا حدود نوع ورزو برده در آنجا رها کرد، ولی این میتواند حقیقت نباشد. به اطلاع دریافتی نزدیکانش او را در ساحل دریای ظرفشان نیز جستجو دارند. به قول منبع‌های نزدیک به 2 خانواده همسر اکمل یوسفزاده و اسماعیل رحمانوف هر دو در دانشگاه تجارتی کار میکردند. شاهدان میگویند چه ماجرای میان 2 همکار سر زده پلکوونیک شبانه او را برای صحبت دعوت کرده است. در دانشگاه تجارتی تاجیکستان تصدیق کردند که اسماعیل رحمانوف و همسر پلکوونیک یکجای کار میکردند. رحمانوف از اختصاص منیجمنت درس میداد و همسر پلکوونیک از زبان انگلیسی. یک همصحبت آزادی در دانشگاه تجارتی در صحبت بدون میکروفون گفت اسماعیل رحمانوف نیت داشت به زودی رساله علمیش را حمایت کند. 1.5 هفته قبل پیشرفای رسالهش را حمایت کرد و بعد آن دیگر به دانشگاه نآمد. افزود اسماعیل رحمانوف زاده نویه جیهون یا قمسنگری پیشین بوده در کافدرای منیجمنت دانشگاه تجارتی کار میکرد. او 38 سال داشت و صاحب 4 فرزند بود.